بیدیل شخصیتی است که شبیه اقیانوس اسرار و معنی با راز و جذابیت و سحر معرفت بی سابقه. سرمنشأ او از منطقه فرهنگی خراسان بزرگ بود و در قلب هند گوهربار پرورش یافت. بیدیل و سبک بلند هندی او نه فقط دایره های ادبی را تسخیر نمودند و به هنر موسیقی به خصوص شش مقام بی زوال هم راز گردیدند، بلکه به هر ناحیه و منطقه، به هر محله و گذر، مهمتر از آن به هر خاندان راه یافتند. اصلا بیدیل، زشته های بیدیل از ماوراءالنهر بودند، لیکن تمام حیات بیدیل، پدرش، عمکایش، دیگران همه در فرهنگی تاجیکی تربیت یافته بودند. بیدیل توانست یک سبک تازه آورد. البته سرچشمه های این سبکی که بیدیل آفریده است پیشتر هم ظهور داشت و او در درجه کمال رساند همون سبک هندی را که امروز در جهان با نام سبک بیدیلی مشهور است. اون مهر و محبتی که نسبت به بیدیل در مردم تاجیک موجود است اصلا با نبوغ و با دانشمندی این بزرگوار دلالت می‌دهد، از آن خاطر که فرهنگ ما البته فرهنگ حکیم پرور، دانشمند پرور و شعر و ادبیات پرور است. میرزا عبدالقادر بیدیل در سالهای 1644 1721 زندگانی کرده است و در مدت 77 ساله حیات خود زمان 11 پادشاه را از سر گذرانیده است که از اینها زمان 2 پادشاه به 63 سال ایام زندگانی او راست آمده باشد، زمان 9 پادشاه دیگر در 14 سال آخر عمر خود دیده است. میرزا عبدالقادر بیدیل با سبک و مکتب ادبی مخصوص خود مشهور است. نه تنها در غزل، در قصیده هم طبع آزمایی کرده است و قصیده های او بیشتر در پیروی با قصیده خاقانی و انوری است، اما کاملا محتوای دیگر دارند. با هنر خاص شاعری خود قصیده سرایی کرده است. ولی در مثنوی هایی که دارد، در نثری که دارد، مثلا نکات بیدیل بهترین نثر در نثر کلاسیکی ما است. در همون محیطی که بیدیل در عصر 17 در هندوستان تولد یافته به کمال رسیده بود، وضع تعلیم و تربیت کاملا تاجیکی بود و از ادبیات بسیار هم بزرگی فارسی و تاجیکی بیدیل خیلی بهره‌ور شده بود و زبان مادریش را میتوانیم گوییم که تاجیکی بود. بیدیل حتی در 10 سالگی شعر گفته است، حالا که مکتب بود. هم گویا در دختری که در پهلویش میشه گردنبند در رسم هندوستان است که از گلها و از گردنبند میبافتند، بوی معطرش میرسد. یار مرگه به سخن می آید، بوی عجیبیش از دهن می آید، این بوی قلنفر است یا نکتی گل یا رایحه مرکی ختن میاد. این در 10 سالگی، هنوز 8 سالگی 10 ساله بود شعر گفته است و بیدیل هیچ وقت شعرگویی ترک نکرد. اهل علم و ادب بیدیل را با عنوان ابوالمعانی یاد می کنند که افاده پدر معنی ها را دارد. پدر و بابای بیدیل از مردم سمرقند بوده، در زمان خونریزی های مذهبی ترک وطن کرده رو به هند آوردند. تعداد زیادی شاعران، عالمان، هنرمندان به هندوستان رفته بودند و در هندوستان یک نوع آمیزش و تبادل فرهنگی خیلی گسترده به وجود آمده بود. مدنیت تمدن هندی و تمدن فارسی تاجیکی ولی در همان دوره زد و خوردهای بین قبیله ها و مخصوصا اونهایی که برای تاج و تخت مبارزه می بردن بسیار زیاد بود و این
حیات اجتماعی همون دوره رو خیلی ناآرام هم میکرد. بیدل در همین محیطی که تربیت یافته بود و غیر از این شخصیت های بسیار بزرگی در اون دوره به کمال رسیده بودند. عنعنه های گذشته ادبیات و فلسفه و فرهنگ ما را رواج میدادند. زبانی که بیدل با اون آفریده است اساساً زبانی فارسی هست. در اون عنصرهای ماوراءالنهر یا اینکه زبانی تاجیکی خیلی زیاد به نظر میرسند و اگر شخصی ناآگاه یکی خب از غزلیات بیدل شنیده باشد و زبان تاجیکی امروزه را بداند و نداند که این غزلی یا اینکه گفته بیدل است، خب فکر میکند که کدام نفری از دانشمندان امروزه صحبت میکند. با اون اندازه با زبان تاجیکی امروزه از غزلیات بیدل نزدیک است. خب اما از جهت مضمون و محتوا البته خیلی مشکل است و خب در ادبیات شناسی گفته می شود که او اساسگذاری سبک الوهیده، سبک هندی و سبک خیلی مشکل فهمی نظم و نثر تاجیک می باشد. گذشتگان بیدل از سپاهیان بودند و خود او نیز سپاه زاده است. صدرالدین عینی به ترکیب نام بیدل و خویشاوندانش علاوه گردیدن کلمه میرزا را دلیل سردار بزرگ بودن یکی از گذشتگانش دانستند. واقعا بیدل را فهمیدن آسان نیست. می توانید مولوی را آسان بفهمید به تیاری و یا که سعدی را و یا جامعه دیگرها را، اما برای بیدل را فهمیدن از مکتبی مخصوص گذاشتن در کار است. سرچشمه اساسی اندیشه بیدل البته ادبیات کلاسیک فارسی تاجیکی است. همون وحدت وجودی که در ادبیات ما میگه از ابن عربی سرچشمه میگیرد، اما بیدل با کانسپسی وحدت وجودی ابن عربی محدود نشده است. بیدل را باید از فلسفه از چند سرچشمه جستجو کرد. ببینید که سرچشمه اول گفتیم همون ادبیات کلاسیک فارسی تاجیکی است، دیگرش ادبیات باستان ایران باستان است و دیگرش ادبیات و فرهنگ هندی باستان است که دو فرهنگ خیلی بزرگ در قدیم بودند، و فرهنگ عصر میانگی، فرهنگی که در عصر میانه ادبیات کلاسیکی داشتیم، و همچنین حتی همین شمانیسم هند، همون یوگا دیگر میگن در اندیشه بیدل دیده می شود. یعنی او همه این فاصله ها را مرحله را طی کرد و برای فهمیدن بیدل گفتم باید هم فلسفه ایرانی باستان را دانی، هم فلسفه هند باستان دانی، هم فلسفه ابن عربی و کانسپت عرفانی وحدت وجود ابن عربی و هم عرفان عاشقانه خراسان را بدانی و همچون فلسفه هندی زمان بیدل را بدانی. و این است که این یک آمیخته شوی فرهنگ های گوناگون در اشعار بیدل دیده می شود. برای همین است که درک بیدل دشوار است. او در شهر عظیم آباد تولد شده در طفلی از پدر یتیم مانده است. تربیه او را مادر خوشسوادش به ذمه گرفته در 5-6 سالگی به مکتب رفته است. در تا 10 سالگی به آموزش صرف و نحو عربی و به مطالعه آثار نظم و نثر فارس و تاجیک شغل می‌ورزد. خدمت مردم و بزرگای تاجیک بود که به هندوستان رفته بودند و همون فضای صلح و آرامی و پیشرفت ادبیات و فرهنگ و فلسفه و خدمت میکردند. و اونهایی که بعد از اونها تربیت یافتند و خیلی هم فضای خوب ادبی پیدا شد و بیدل در همون فضا بزرگ شده بود. اثرهای زیادی به وجود آمد. یک طرز تفکر خیلی هم بزرگی را بیدل به وجود آورده بود و آثار بیدل هم مجموعی اندیشه های خیلی بزرگ گذشته های ما
و مولانا حافظ و سعدی و اینها بود و از طرف دیگر از مدنیت هندم، از مردم هندم، رسم و عادت و اونها خیلی باخبر بود. عقیده های بیدل بسیار عقیده عرفانی پیش قدم بودن، چون که انسان را به درجه بلند میبردارد بیدل و آن همه غم های انسانیت که است از دل بیدل و از مغز بیدل میگذشت و میگد برای خاطرم غم آفریدند، طفیل چشم من نم آفریدند، فلک خون ریز بنیاد است، هوشدار سری ماه از محرم آفریدند. چشم شوخش عین ناز، ابروی مشکین نازم است، این چه طوفان است یارب، ناز بر بالای ناز. این چیز دارد. اما بعضی که تصویرات خیلی هم دارد. دلم از قصه تنگ آمد که چشمی مور پیش او، واد بحری که در جیب حبابش آسمان گنجد. خب ببینید اون شعر ببینید میگه که چشم شوقش عین ناز، ابروی مشکین نازم است، این چه طوفان است یارب، ناز بر بالای ناز. خیلی ساده است، ولی جایی که میگوید دلم از غصه تنگ آمد که چشمی مور پیش او، بود بحری که در جیب حبابش آسمان گنجد. ببینید چه تصویرات درون. بیدل در شعر هزاران ساله ما پدیده است فوق‌العاده نو، بی مثل و کشف ناشده. بیدل ادیب و فیلسوف سرمحصول بود. از میراث او 65,000 بیت آثار منظوم و قریب 50 جزء چاپی اثرهای نثری باقی مانده است. هر کسی از ادبیات فارسی با خبر باشد وقتی که نام بیدل را میشنود یا با یگان اثری او دچار میگردد، پیش از همه پوشیدگی معنا، پیچیدگی بیان، دشواری زبان و مرکبی اسلوب او را به خاطر می آورد. بیدل تجددی است لباس خیال من، گر 100,000 سال گذرد کهن نیم. یعنی بیدل در همه سر یک نویگری دارد و هر کسی که به اشعار بیدل رو میاد یک چیز نو مییابد و یافتنم وارد شدنم آسان نیست. ببینید که از همون در مدرسه های گذشته ما اول حافظ میخواندن، گلستان و بوستان میخواندن، خب بعد شعر ملای جامعه میخواندن و کلی برندترین در مدرسه دیوان بیدل بود. کسی که دیوان بیدل رو ختم میکرد او خط ارشاد میگرفت، یعنی در گویا ختم مدرسه رو ختم کردگی حساب میافت، خط ارشاد گرفتگی حساب میافت. اگر علم های شریعت آن سر گذاریم در علم ادبیات بگوییم، یعنی کتاب بیدل این سرچشمه که کتابی درسی ختم مدرسه های سمرقند و بخارای حتی هندوستان دیگه بود. استفاده مثلا از همه بیشتر صنعتی ضرب المثل و یک معنی در مصرع یکم بیاد، در مصرع دوم تصدیق هوایی بیاد. یعنی کاری کرد که درک او دشوار باشد. خودش هم اشاره میکند که سعید فکری من آسان نیست میگه، کوه هم کوتاه دارم میگه راستی. و برای همین از همون ابتدای بعد بیدل شناسی اوج گرفت. محفل هایی بودن که مخصوص به بیدل بخشیده شده بودن. در همون بعد از مرگ بیدل در سری قبرش این تشکیل کردن. خوب در محفل های ادبی حتی در دربار شاهان، در بیرون از چایخانه و در بازارها محفل های بیدلش کار میکرد. و دیگر بعد از مرگ بیدل شعر بیدل محک امتحان شاعران شد، خصوصا در ماورالنهر. هیچ شاعری من نمیدونم که بعد از بیدل آمده باشد و با او پیروی نکرده باشد و غزلی نسرده باشد. سؤال به میان می آید که چرا آثار بیدل اینقدر مشکل فهم و اسلوب نگارش او این گونه مرکب است؟ این خصوصیت آیا از طبیعت آثار وی برمی آید یا اینکه این طرز بیان و این راه افاده را او قصداً پیش گرفته است؟ اون جایی که طبع آزمایی میکند و میخواهد نوآوری کند، استعاره های اختراع میکند که واقعا تازه هستند. مثلا وقتی میگه شعله ادراک خاکستر کلاه افتاده است، نیست غیر از بال قمری پنبه مینای سرو.
در اینجا یک تصویری عالی است. تصویری عالی است، فقط اینکه تشبیه و استعاره نبود. یعنی اگر معنی شعر رو اگر ما گفتنی باشه میگن که عقل من خاموش شده است و به خاکستر مبدل گشته است. همین معنی رو میگه که شعله ادراک خاکستر کلاه افتاده است. عقل رو به شعله مانند میکند که به خاکستر مبدل شده است، در بالایش خاکستر به مانند کلاه خاکستر گرفته است. نیست غیر از بال قمری پنبه مینای سر. ببینید چه تصویری عالی است. یعنی که سر رو به مینا مانند میکند از نگاه شکل، سروی مینا مانند. پنبه یعنی که سرپوش اون مینا قمری که خاکستر رنگ است و صفتی تنبلی دارد. ببینید تصویرهای این تصویرها باعث میشوند که شعر بدیل رو دیر آشنا سازند. شعر بدیل شعری است که اون دیر آشنا است، یعنی که وقتی که وارد میشوید به شعر بدیل، وقتی که وارد میشوید مثل گنج نایابی هست که دیگر اون رو ترک کردن نمیخواهید، واقعا نمیخواهید که همه وقت با اون باشید، چون که هر چیزی رو که میگه خوبتر میگوید. مثلا یک معنی رو یک شاعری پیشین گفته است، او گرفته خوبتر از اون بیان میکند. یا که در شعر بدیل از نگاه سبک اگر نگاه کنیم تنوع بیان است، یعنی که بیان معنی واحد در شکل‌های گوناگون. یک معنی رو میتواند 100 خیل بیان کند. انا همین گوناگون بیانی باعث میگردد که شعر او دشوار فهم شود. برای چی دشوار فهم میشود؟ که واقعا هم برای این کار استعاره‌های تازه کشف میکند. کشف کردن استعاره‌های تازه، اختراع کردن استعاره‌های تازه باعث میگردد که شعر او تا اندازه‌ای که مشکل فهم گردد. اکثر محققانی که به آموختن آثار بدیل دست زدند به این مسئله دخل نمودند. عقیده های موجودند که بدیل برای احتیاجات خودش یک اسلوب نوی به خود مخصوص اختراع کرد که آن خیلی مرکب و دشوار فهم است. چرا بدیل را در ایران اعتراف نکردند؟ واقعا هم تو نشر شدن کتاب شفیعی کدکنی شاعر آینه ها، تمام بزرگان محققان ایرانی سبک بدیل رو مبهم، ابهام یعنی پیچیده و دشوار گفتند و شفیعی کدکنی در زمینه نظریه ادبیات اروپایی اثبات کرد که همه این چیزها درستند، فقط که ذوق شعرفهمی ما کاهش یافته است. کوشش شرح و توضیح آثار بدیل در وطنش هندوستان متاسفانه انکشاف نیافت. با سبب‌های گوناگون از جمله با سبب کاسته شدن نفوذ زبان و ادبیات فارسی در هندوستان، از عرصه حیات دور شدن شاگردان و پیوندان شاعر و همچنین رواج و رونق ادبیات اردو زبان توجه به آثار او کم شد. ولی در دیگر مناطق قلمرو زبان فارسی، تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان شهرت و اعتبار شاعر خیلی افزود. آثار او به دایره های ادبی این کشورها وارد گردیده پیروان و مقلدان زیاد پیدا نمود. اصلا که این امپریای بزرگ اکبرشاهی ها در هند ترقیگری یا اینکه انکشاف دهنده فرهنگی فارس و تاجیک به حساب می رود و صاف در همین رکن انکشاف یافته است. البته عنصرهای زیادی فرهنگی محلی رو به خود تجسم نموده است، اما زبان و ادبیات به زبان فارسی بوده است و بیهوده نیست که میرزا عبدالقادر بدیل در خود هندوستان آنقدر هم معروف نیست به آن اندازه که در ماوراءالنهر و خراسان او معروف بود. حتی این مسئله حیرت آور است که خودی میرزا عبدالقادر در این جاها نبود، اما آثار او نسبت به هندوستان و نسبت به آن جایهایی که او زندگی کرده است در ماوراءالنهر و خراسان خیلی زیاد انکشاف یافته است. گر به تو نگه را
به تماشا هوس افتاد. بر هر چه کشودم میژه در دیده خس افتاد. از بخت سیه چاره ندارم، چی توان کرد چون زلف با آشفتگیم دسترس افتاد. در گریه تنک مایه‌تر از من دیگری نیست، که ضعف سریشکم به شمار نفس افتاد. تا بی کسیم قافیه سالار فگان کرد، خون شد دیل چون اشک ز چشم جرس افتاد. شد عین حقیقت چو مجازت ز میان رفت، عشق از گر آتش به بینای هوس افتاد. چون شانه رهی ما همه پیچ و خم زلف است، چندان که قدم پیش نهادیم پس افتاد. عمری است پرافشان گلستان خیالیم، غم نیست اگر طایر ما در قفس افتاد. اسباب غبار نگه عبرت ما نیست، در دیده آتش نتوان گفت خس افتاد. بیدل لبی آن برگ گلندام ندارد، شهدی که تواند به خیالش مگس افتاد. ایجادات بیدل چنان گسترده موضوع، گوناگون جبهه و رنگین سیماست که هر صاحب ذوقی میتواند مشتری همیشگی این همه سادگی و مرکبی باشد. بیدل یک فیلسوف خیلی برجسته است که یک آمیخته فلسفه شرق و غرب در وی دیده می شود. و که گفتم من حتی همین شمن میگن که همین آیینه شمنی هم دیده میشد، بودایی هم دیده میشد در بیدل. همه این فرهنگ ها آمیخت و یک فرهنگ بزرگی آفرید، اما در پایه فرهنگ ادبیات فارسی تاجیکی و همین از بزرگی بیدل. بیدل را خیلی ما آموختن ما در کار است و از اون اندیشه های خیلی خوبی که بیدل دارد استفاده کردن ما در دوره صاحب استقلالی ما ضرور است. یکی از برجسته ترین فیلسوفان دور می باشد میرزا عبدالقادر بیدل، از اون خاطر که افکاری خیلی منظم و همه طرفه، خیلی عمیق و گوناگون جبهه نسبت به هستی و شناخت هستی دارند و اون موضوع هایی که این بزرگوار در انکشاف هستی، در دیالکتیکای هستی پیشنهاد نمودند، خب سرچشمه افکاری فیلسوفانی بعد شدند و تأثیر بی‌واسطه به انکشاف فلسفه اروپا وارد نمودند. گرچندی که فلسفه اروپا که امروز اساسی علمی حاضره، فلسفه، تفکرهای حاضره به حساب می رود، به طور ایمپلیسیت، یعنی که مخفی، پوشیده از فلسفه شرق دائم آب خورده و به واسطه بگیم از این فلسفه ها افکار خودش رو ساخته است. با اوج کبریا از پهلوی عجز است راه آنجا، سری موی گر اینجا خم کنی بشکن کلاه آنجا. اینجا این اصطلاح ها هست. اوج کبریا، اوج کبریا عالم الهی را در نظر دارد. اوج کبریا کس پهلوی عجز است راه آنجا. عجز چی است؟ یعنی منمنی و خودستایی و و ثروت و این چیزها خود را وابسته کردن به اون عالم بلند نمیبرد. عجز است، خاکساری است. یعنی خود را با کمال علم که هر چقدر علم زیاد شود همون اندازه خاکسار می شود. از پهلوی عجز است راه آنجا، سری موی گر اینجا خم کنی بشکن کلاه آنجا. اینجا اگر یک سری مو بر این خاکساری و عجز خودتان را اظهار کنید، در اون عالم کلاه میشکنید، یعنی سربلند. اینجا هرچند موضوع عرفانی است ولی
ماهیتا اینجا یک چیز است که انسان باید برای به درجه بلند عالم الهی هم رسیدن باید منمنی نکند، دانش عمیق داشته باشد و برای تقدیر و سرنوشت آینده خود فکر کند. باز عجز چی معنی داره؟ عجز زوری نآوردن، ناتوان بودن. ناتوانی بدیل اینجا به معنی ناتوانی جسمانی و معنوی نبوده، بلکه ناتوانی است که کسی که ماهیت انسان را، وظیفه انسانی را درک نمی کند، از همین مکتب عجز عرفانی بیخبر است. بنابراین از اینجا به معنی خاکساری و فروتنی است که بیشتر دانش و وظیفه انسانی خود را درک کرده و به همین درجه می رسد که از عجز به طرف کمال می رسد، کمال می یابد انسان. و هر خیلی تعبیر کردن هم ممکن است، لیکن اگر مثلا تعبیر برای امروز گیرید مثلا از معنای عرفانیش، از شرح عرفانیش هم اگر دست کشید، یک چیزی عادی را تلقین کردن میخواهد که آدم بودن در کار است، خاکسار بودن در کار است. و این خاکساری، دانشمندی و خاکساری و درجه کمال میرسد که یعنی کمالات معنوی و از همین طریق حاصل می شود. در شعر بیدیل سیمای او مثل یک انسان صاحب عزت، سربلند و ترغیبگری آیین‌های جوانمردی پدیدار می گردد. یک انسان فروتن، بی‌طمع و در برابر این غرورمند بودن بیدیل از همین بیت نمایان می شود. چشم امید نداریم ز کشتی دیگران، دل ما دانه ما، ناله ما ریشه ما.